آیا میدونستید بتهوون یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ در حالی که کاملا ناشنوا بود سمفونی نهم نوشت؟ این داستان از غلبه بر ناتوانی و پیروزی بر سختی هاست. لودویگ فان بتهوون در 17 دسامبر سال 1770 میلادی معادل با 25 آذر ماه 1149 خورشیدی در شهر بن آلمان به دنیا آمد. پدر بزرگش آهنگساز برجسته هلندی و پدرش یوهان فان بتهوون نوازنده و خواننده چیره‌دست بود. از همون دوران کودکی استعداد بتهوون در موسیقی کشف شد و او به سرعت به نواختن پیانو در برنامه‌های مختلف پرداخت. بتهوون در سن 26 سالگی شروع به از دست دادن شنوایی خود کرد. با این حال او هرگز اجازه نداد که این ناتوانی مانع پیشرفت هنریش شود. یکی از بزرگترین آثار او، سمفونی نهم معروف به سرود شادی، یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین قطعات موسیقی کلاسیک است. بتهوون از ارتعاشات پیانو برای درک نوت‌ها استفاده می‌کرد. او با لمس پیانو و حس کردن ارتعاشات نوت‌ها را درک می‌کرد و از طریق این احساسات به خلق این شاهکار پرداخت. تصور کنید که با وجود ناشنوایی تونسته چنین اثری رو خلق کنه. این اثر در نهایت به نشانی از پیروزی و امید برای تمام بشریت تبدیل شد. پس از مرگ بتهوون در سال 1827 تمامی نوشته‌ها و آثار او به حراج گذاشته شد. به پاس بزرگداشت نام او، سومین دهانه بزرگ روی سیاره عطارد به نام بتهوون نامگذاری شد. او نه تنها در موسیقی بلکه در تاریخ بشریت نیز جاودانه شد.